روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. از کجا آمدم آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم آخر ننمایی وطن. بدون شک یکی از ریشه‌ای ترین سوالهای هر انسان متفکر و محققی این سوالاتی هست که مولانا در این شعر بهش اشاره میکنه و هر ایدئولوژی و جهانبینی محوری و مهمی که در طول تاریخ شکل گرفته به صورت مستقیم و غیر مستقیم به پاسخ این سوالات از دیدگاه بنیانگذار اون مکتب و جهانبینی مربوط میشه. توی این ویدیو سعی داریم پاسخ شخصیت تاریخی و مهمی مثل بودا رو به این سوالات بررسی کنیم و از این طریق تلاش کنیم تا متوجه بشیم پاسخ بودا برای این سوالات چه بود. گفته شده مهمترین سوالی که در نهایت بودا رو به روشنگری و بیداری رسوند و به نوعی تمام مسیر بودا برای فهم زندگی به دنبال پاسخ این سوال گشتن بوده. من که هستم؟ سوالی که همه ما یه روزی و یه جایی بهش برخوردیم. تو جسمت نیستی. پاسخی به این سوال از طرف بوداست که اکثر ادیان هم باهاش موافق بودند. اما عجیبتر اینجاست که بودا در ادامه گفت تو روح جاودانه‌ات هم نیستی، تو آگاهی نیستی، تو احساسات نیستی، تو ذهن نیستی، اراده یا هر نوعی محتویات کیهانی، هیچ کدوم اینها تو نیستی. اما بودا مدعی میشه که در کنار همه اینها همچنین نمیشه گفت که تو هیچی نیستی یا وجود نداری و در اینجا فهم دیدگاه حقیقی بودا یک کمی پیچیده میشه. حتی در کنار این پاسخهای محوری بودا اگر نظریه تناسخ رو هم قرار بدیم از این پیچیده تر میشه. اگه تناسخی باشه پس باید منی وجود داشته باشه که از یک زندگی به زندگی بعدی حرکت کنه، همون کسی که کارمای خوب یا بد رو به ارث میبره. در تمام طول زندگیش بودا تناسخ رو به عنوان یکی از حقایق زندگی معرفی میکنه، اما در کنار اون میگه هیچ من و تویی نیست که تناسخ پیدا کنه. تعالیم آناتا، تعالیم بیخودی. آناتا از دیدگاه بودا آخرین درک انسان راجع به خودشه و فهمش به این سادگی ها ممکن نیست. بودا میگه برای فهم آناتا فرد باید به بالاترین سطح بیداری رسیده باشه. بودا مدعی میشه اینکه بدانی چه هستی و بدانی چه نیستی کلیدی هست که رنج رو یک بار برای همیشه پایان میده. مسیر بودا برای روشنگری مسیری سخت و طاقت فرسا بود. در داستانها گفته شده که بودا دوره‌ای از ریاضت‌های خودش رو با یک دونه برنج در روز می‌گذرونده و به قدری لاغر شده بود که با دست گذاشتن روی شکم خودش ستون فقراتش رو حس می‌کرد. او در این دوران به نزد بزرگترین اساتید مدیتیشن در دوران خودش و یک به یک از همه اونها عبور میکنه و بهتر میشه. چیزی که بودا به دنبال اون بود همونطور که حتما شنیده اید پایان تمام رنج ها بود و از اونجایی که پیش هیچ کدوم از اساتید خودش چنین چیزی رو پیدا نکرد از اونها عبور میکنه و به جستجوی خودش ادامه میده. بودا بعد از مدتی طی تجربیاتی تصمیم گرفت که ریاضت‌های شدید خودش رو پایان بده، اما از این تمرینات و سختی‌ها یک قدرت فوق‌العاده پیدا کرد. ذهنی کاملا تحت کنترل خودش و ذهن خودش رو تبدیل به سلاحی برای درک حقیقت کرده بود. این برتری به اون این امکان رو داد که ذهن خودش رو به نحوی به کار بگیره که تعداد کمی از انسان‌ها اون رو ممکن می‌دونن. بعد از مدت‌ها کنکاش ذهن و آگاهی خودش بودا متوجه چیزی شد که روند تاریخ رو تغییر داد. او متوجه شد که چیزی که به آن خود میگویند در واقع از 5 بخش و 5 جزء تشکیل شده. 5 کاندا: شکل، احساس، ادراک، امیال و آگاهی. در دیدگاه بودا این 5 جزء سازنده واقعیت دنیای ما هستند، اجزای تشکیل دهنده جهانی که تجربه میکنیم. برای درک بهتر این دیدگاه اگه بخوایم مثالی بزنیم بهتره به یه تصویر نگاه کنیم. یه تصویر تو صفحه نمایشگر معمولاً با فرمت RGB هست، یعنی از 3 رنگ قرمز، سبز و آبی تشکیل شده، اما این تصویر برای شما معنای خاصی داره. ممکنه انسانی باشه که اونو میشناسید یا گیاهی که اطلاعاتی راجبش دارید. جزئیات زیادی میتونه در اون تصویر باشه، مثل حالت صورت شخص، الیاف لباسش، احساس ظاهر در فرم صورت و زبان بدنه. بخشی از شما میدونه که صرفاً در حال تماشای یک ویدیو هستید، اما بخش دیگر شما
بخشی که شهودی تر هست به واقعیت تصویر گره خورده و اون شخص رو میبینه. اما برای 1 دقیقه به ماهیت تصویر توجه کنید، به نمایشگری که تصویر رو در اون میبینید، به فریم هایی که این تصویر رو ایجاد کرده. هر فریم از پیکسل های زیادی تشکیل شده و هر پیکسل تنها یکی از 3 رنگ سبز، قرمز یا آبیه. میتونیم بگیم که اینها 3 جزء این ویدیو هستن. تمام پیچیدگی های ویدیو، تمام جزئیات و داده هایی که از اون دریافت میکنید، تمام اینها از ترکیب منظم تنها 3 جزء تشکیل شدن: قرمز، آبی و سبز. در حقیقت هیچ تصویری وجود نداره و این تنها یک فریب نوریه. پس از این مثال احتمالاً میدونید که میخوایم به چه درکی برسیم. بودا معتقد بود که احساس من مثل همون ویدیوی مثال زده شده است. احساس من مثل یک فریبه که تنها زمانی ایجاد میشه که به اندازه کافی از نزدیک و با دقت به اون نگاه نمی کنیم. وقتی از نزدیک به اون نگاه کنیم، بودا معتقده که هیچ بخشی نیست که بتونیم آن را خود بنامیم، بلکه تنها یک ترکیب و هارمونی بسیار بسیار منظم از 5 جزءه. همونطور که توهم تصویر مثال زده شده تنها از ترکیب 3 نور قرمز، سبز و آبیه. توهم منیت هم از ترکیب 5 جزء ایجاد میشه: 5 کاندا: شکل، احساس، ادراک، امیال و آگاهی. شکل هر چیز فیزیکی رو شامل میشه که با حواس 5گانه قابل شناسایی. احساس هر چیزیه که به صورت خوشایند و ناخوشایند احساس میشه، مثل لذت، درد، هیجان، بی‌حوصلگی و غیره. ادراک شامل تمام افکار، خاطرات، برنامه‌های آینده، همچنین ایده ها میشه، یا سوالاتی مثل من که هستم، چرا گل‌های رنگی هستن و غیره. امیال شامل تمام خواسته ها و عواطف، دوست داشتن ها و نداشتن ها، هر چیزی که شما رو توی سطح عاطفی وادار به حرکت میکنه. و در نهایت آگاهی یعنی همون عنصر هوشیار که تمام اینها رو در بر میگیره. در تعالیم بودایی اگر چیزی باشه که شبیه تو باشه، پس اون آگاهیه. حالا از خودتون این سوال رو بپرسید: آیا تجربه‌ای توی زندگی شما وجود داره که خارج از این 5 جزء قابل تعریف باشه؟ و مهمتر از اون، آیا میتونید خودتون رو توی هر کدوم از این 5 جزء پیدا کنید؟ بدن، احساسات، افکار، امیال و آگاهی. شما اینها رو مال خود میدونید، اما اگر اینا مال شماست پس نمیتونه شما باشه. پس شما که هستید؟ چه کسی صاحب بدن شماست؟ چه کسی احساسات شما رو احساس میکنه؟ چه کسی به افکار شما فکر میکنه؟ چه کسی به امیال شما میل داره؟ چه کسی آگاه از آگاهی شماست؟ پاسخ تمام این سوالات به نظر بسیار واضح میاد. آن من هستم، خودم آن هستم. این حتی یک تفکر منطقی نیست، بلکه یک احساس دلیه که من وجود دارم، که من کسی هستم. دقیقاً زمانی که ما به این احساس دلی میرسیم، بودا میگه صبر کن، تو توجه نمی کنی. بودا به این شکل دنیا رو میدید. زمانی که 5 کاندا در کنار هم جمع میشن، ما میگیم فردی به دنیا میاد. زمانی که 5 کاندا از هم جدا میشن، ما میگیم فردی مرد. و زمانی که 5 کاندا با ترکیب دیگه‌ای دوباره در کنار هم جمع شدن، فرد روشنبین میگه فردی تناسخ یافت، فردی دوباره متولد شد. با این حال بودا میگه هیچ شخصی رو در جایی نمیتوان پیدا کرد. او با استفاده از کلمه شخص یا من مشکلی نداشت. او میدونست که برای این که در این دنیا بتونیم جهتگیری داشته باشیم، این اصطلاحات متعارف لازم. بودا موافقه که برای درک متعارف یک شخص در 7 سالگی همان شخص در 30 سالگیه، اما در حقیقت نهایی هیچ شخصی وجود نداره، هیچ منی وجود نداره، هیچ بودایی وجود نداره، بلکه رشته های متفاوتی از 5 کاندا در طول زمان هستند که از هم جدا میشن و در کنار هم جمع میشن با ترکیب ها و الگوهای متفاوت. من یک رشته هستم، تو یک رشته هستی، اما در نهایت تنها آبه که در جریانه، در جهت های مختلف. اما از اونجایی که اجزای کاندا بسیار پیچیدن و ذهن انسان بسیار حواس پرته، به نوعی فکر میکنه که یک شخصه، یک من، و جهان اطراف اون چیز دیگری. بودا میگه هر شخصی که باشی یک اشتباه، یک چسبندگی، یک چنگ زدن به یکی از 5 کاندا.
تو میگی که خود با مرگ از بین میره، تو به شکل چنگ زدی. تو میگی خود همونیه که احساس خوب یا بد داره، تو به احساس چنگ زدی. تو میگی فکر میکنم پس هستم، تو به ادراک چنگ زدی. اونهایی که خودشون رو انتخابها و اراده آزادشون میدونن به امیال چنگ زدن و اونهایی که خودشون رو به عنوان هوشیاری خالص میبینن به کاندای آگاهی چنگ زدن. بودا میگه هیچ کدوم از اینا نمیتواند خود باشد. چرا؟ اون 2 دلیل اصلی داره. اول اینکه هیچ کدوم از اجزا نمیتونن خود باشن، چون نمیتونید هیچ کدومشون رو کنترل کنی. تو نمیتونی بدن خودت رو سالم کنی صرفاً با اینکه میخوای بدنت سالم باشه و نمیتونی کاملا آروم بشی وقتی در اضطراب کاملی، یا حتی نمیتونی انتخاب کنی که فکر بعدی چه چیزیه. 5 جزء با علتها و شرایط خارجی تغییر میکنن، بنابراین هیچ کدوم نمیتونه خود باشه. دلیل دوم بودا اینه که اجزا می آیند و می روند، پس ناپایدار هستند. لحظه‌ای فکر میکنی و احساس خاصی داری و لحظه‌ای بعد فکر دیگه‌ای و احساس دیگه‌ای. روزی بدنت سالم و جوونه و روزی حتی نمیتونی خم بشی و بند کفشت رو ببندی. اگر خود یکی از اجزا بود، پس باید اون هم دائما تغییر میکرد. پس باید یک خود در لحظه‌ای پایان میافت و خود دیگری آغاز میشد. اما این به طور واضح احساس ما نسبت به خودمون نیست. در اعماق وجودمون احساس میکنیم که ما همون خودی هستیم که در کودکی بودیم و در آینده خواهیم بود. با اینکه ما رشد میکنیم، تغییر میکنیم، توسعه میابیم، اما مرکز وجود ما همیشه ثابت و تحت تأثیر زمان تغییر نمیکنه. از اینجا ما به مفهوم دوکا در بودیسم میرسیم که به معنای رنج. دوکا به صورت کلی به معنای رنج و ناراحتیه. دوکا احساسیه که با اکثر انسانها دائما همراهه. حس این که چیزی به نوعی میتونه بهتر باشه، که چیزی درست نیست. بودا مدعی میشه که وظیفه اون تنها یک چیزه، مأموریت اون تنها یک هدف داره و آن رهایی از دوکا، یا به عبارتی آزادی و رهایی در معنای حقیقی اونه. یعنی برای شما همه چیز به صورت کلی بدون هیچ نقص و اشکالی باشه. و بودا میگه که اصلی ترین دلیل برای دوکا و ایجاد رنج همون احساسی است که میگه این منم، همون احساس من که بودا به اون چنگ زدن میگفت. لازمه بدونیم که بودا به هیچ عنوان فیلسوف نبوده، هیچ وقت فلسفه‌ای بیان نکرده و سعی در پیچیده کردن مسائل ذهنی نداشت. تمام کلمات، اعمال و تعالیم اون به شدت متمرکز بر یک هدف بود: پایان دوکا. او تعالیم بیخودی رو به عنوان یک فلسفه هیچ آموزش نداد. اون خودش رو به نوعی طبیبی برای روح انسان میدونست و حتی میتونیم اون رو به عنوان اولین روانپزشک تاریخ بدونیم. بودا میدید که انسانها زندگی رو ترک میکنن بدون اون که حقیقت نهایی زندگی رو کشف کنن. میدید که اونها بدن، احساسات، افکار، امیال، آگاهی خودشون رو خود میدونن، به اون چنگ میزنن و وابسته میشن. میدید که دائما در تعقیب ثروت، جایگاه اجتماعی، روابط عاطفی و غیره هستن و همه اون چیزی رو که موفق به دست آوردن اون میشن ذره ذره از دست میدن. زمان و تغییر جهان همه چیزی رو که ما از خود میدونستیم از ما میگیره و در نهایت خود زندگی از ما گرفته میشه. چقدر درد، چقدر رنج در این زندگی وجود داره برای کسی که چیزهایی رو که از دست میده خود میدونه. این منم، این مال منه. نه تنها که در این چرخه یک عمر رنج میکشه، بلکه هزاران سال در چرخه های متفاوت و زندگی پس از زندگی این رنج رو به دوش میکشه. یکی از نقل قول‌های عجیب و معروف بودا به این معناست: همچنان که در این سفر طولانی تو سردرگم و بدون هدف از تولد به تولد حرکت میکنی، اشک‌هایی که برای تو ریخته میشه از آب‌های 4 اقیانوس فراتر. بودا این رو به عنوان بیماری روح انسان میدید. اون تمام این سخنان و آموزه ها رو با همدردی و دید عمیق خودش به زندگی برای انسانها بیان میکرد و اما نیمه روشنی هم هست. بودا طبق تجربیات خودش میدونست که اگه ما واقعیت رو همانطوری که واقعا هست ببینیم،
اگر ما خود رو به عنوان توهمی که ساخته و پرداخته شده اجزای متفاوت هست بدونیم، اگر حقیقتاً روی احساس من و چنگ زدن خود کار کنیم تا اون رو در مسیر حقیقی خودش قرار بدیم، اگر ما اینها رو خاموش کنیم همونطوری که بودا کرد، در این صورت ما حقیقت رو میبینیم و در اعماق قلب خود میدونیم همه چیز درسته، همه چیز سر جای خودش، که چیزی برای به دست آوردن و چیزی برای از دست دادن نیست. این همون صلحیه که فرای فهم ماست و عبارت سانسکریت اون همون نیروانای معروفه. نیروانا. البته که گفتن اون ساده تر از انجام دادنش، اما غیر ممکن نیست. سیدارتا این رو انجام داد و به عنوان بودا شناخته شد. بودا به معنای بیدار شده است، یعنی کسی که بیدار شد. بودا هم روزی انسانی بود مثل تو و من و تونست این کار عظیم رو در تاریخ بشریت انجام بده. اون ذهن خودش رو با تمام ظرفیتش تحت کنترل در آورد و اون رو به خودش نشونه رفت و چیزی که پیدا کرد اون رو برای همیشه تغییر داد و الهام بخش میلیون ها نفر در سراسر جهان شد. قطعا شما به طور کامل نمیتونید تعالیم بیخودی بودا رو صرفاً با شنیدن کلماتی درک کنید یا از طریق یه ویدیو توی یوتیوب و این آموزه ها توسط کلام منتقل نمیشن. این مسیریه که هر شخص باید زندگی خودش رو به اون اختصاص بده اگر خواستار فهم حقیقی اون باشه. بودا میگه اگر بگویی من وجود ندارم به همان اندازه در اشتباه هستی که بگویی من هستم. چرا؟ به خاطر اینکه هنوز از پنجره من به جهان نگاه میکنی. آناتا که اکثرا اون رو تعالیم بیخودی میدونن، تعالیمیه که شرح دادن اون با کلمات بسیار دشوار، یا حتی میشه گفت شخصی که آناتا رو درک کرده نمیتونه اون رو برای کسی که آناتا رو نمیفهمه توضیح بده. با این حال چیزی که بودا در هنگام مدیتیشن عمیق خود متوجه شد اون رو از تمام رنج‌ها آزاد کرد و بعد از اون او در جهان حرکت کرد و طرفداران و دنبال روح‌های بسیاری گرد او جمع شدند. او انسانی بیدار شده و بیدار کننده بود و هر کس که میخواست تعالیم و حقیقت اون رو بدونه، هر کس که میخواست از رنج رهایی پیدا کنه، همیشه و همیشه در ابتدا بودا از همه اونها یک سوال رو میپرسید: تو چه کسی هستی؟